امروز میخوام براتون وحشتناکترین مرگ تاریخ رو به تصویر بکشم. ادوارد جونز 26 ساله در رشته غارنوردی فعال بود. در سال 2009 اون تصمیم گرفت وارد غار ناتیپاتی در جنوب غربی دریاچه یوتا بشه. بعد از ورود به غار، جونز تصمیم میگیره وارد یکی از حفره‌های تنگش بشه. اما فضای تاریکی که اون واردش شده بود 24 سانت عرض و 43 سانت ارتفاع داشت. توی اون لحظه اون فقط میتونست جلو بره و هیچ راهی برای چرخیدن و برگشت وجود نداشت. برای تنفس عادی هم به مشکل خورده بود تا اینکه دیگه نتونست جلو بره. بله، جونز در عمق 45 متری زمین گیر افتاد. پس از چند ساعت حدود 137 امدادگر برای نجات جونز به اونجا اومدن، اما هر چقدر بیشتر تلاش میکردن جونز بیشتر در حفره گیر میکرد. جونز توی اون شرایط گیر کرده بود و اگه حتی پاهاش رو هم میشکوندن احتمال مرگش وجود داشت. به دلیل زاویه نامناسب حفره امکان بیرون آوردنش هم وجود نداشت. جونز مثل ماهی که قلاب تو دهنش گیر میکنه گیر کرده بود و راه نجاتی براش وجود نداشت. جان پس از 27 ساعت گیر افتادن در وضعیت واژگون به علت ایست قلبی درگذشت. در نهایت بدون بیرون آوردن جسد جان از داخل غار، این غار با استفاده از بتون مهر و موم شد تا هیچ انسان دیگه‌ای به سرنوشت دردناک جان جونز مبتلا نشه. اکنون بسیاری این غار رو به دلیل عشق و احترامی که به جان ادوارد جونز دارند غار جان جونز مینامند.